مطمئن نمیخوای جداشی؟ آقای قاضی من هیچ وقت نخواستم، فقط مجبور شدم. مجبور چرا؟ سخت پناهت خودش بی پناهت کنه. جایی که قرار بود آروم بشی بشه شروع دردت. آدمی که با تمام وجود بهش تکیه کردی همونی بشه که باید ازش فرار کنی. هیچی هم بدتر از این نیست که همون پناه بشه زخمت، بشه ترست. تلخه، میفهمم. تلختر از اون قولایی بود که شکست، حرفای قشنگی بود که واقعیت نداشت. نمیخوای بهش فرصت بدی؟ بعد اون دیگه نتونستم به کسی تکیه کنم، همه رو پس زدم. فرصت؟ لعنت بهش. پس میخوای بگی تصمیمتو گرفتی و همه چی تمام شد؟ همه چی نه، من تموم شدم. تمام دیگه، تمام. کدوم عشق کدوم